فرض کن مغزت یه قهرمان فوق‌العاده است که بی‌وقفه کار میکنه و همه چیزو کنترل میکنه. از حافظه گرفته تا احساسات و حتی حرکت‌های بدنت وقتی داری این ویدیو رو تماشا میکنی. اما مثل هر قهرمان دیگه‌ای مغز ما هم ضعف‌هایی داره. حالا این ضعف‌ها چی هن؟ عادت‌های بدی که ما هر روز جدی نمیگیریم. بدون اینکه بفهمیم داریم مغزمون رو با عادت‌هایی که به ظاهر کوچیکن ولی تأثیرشون خیلی زیاده از بین میبریم. وقتی این اتفاق بیفته تمرکزت میاد پایین. زود همه چی رو فراموش میکنی و همیشه بی‌حوصله و مضطربی. یه جورایی آدم حس میکنه مغزش دیگه مثل قبل کار نمیکنه. اما یه خبر خوب دارم. مغز ما هم میتونه خودش رو تعمیر کنه. یعنی اگه همین امروز تصمیم بگیری عادتهای بدتو کنار بذاری، مغز دوباره مثل روز اولش میشه. توی این ویدیو میخوایم 6 تا عادت بدی که بیشتر از همه به مغز آسیب میزنن رو بررسی کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من بمون. عادت اول، اعتیاد به گوشی. یه عادتی که شاید وقتش شده ترک کنی. وقتی میخوای فقط یکم تو شبکه‌های اجتماعی بچرخی ولی یهو میبینی 3 ساعت گذشته. درسته. اسکرول کردن بیش از حد شده بیماری این روزا که بی صدا داره مغزمون رو خراب میکنه. اولش اسکرول کردن کیف میده. خبرها رو به روز رسانی میکنی، استوری دوستاتو نگاه میکنی، اما میدونی این عادت مثل خوردن خوراکی‌های ناسالم برای مغزه. وقتی مدام اسکرول میکنی مغزت به لذت‌های الکی و سریع عادت میکنه. مشکل اینجاست که بعد از یه مدت مغزت دیگه تنبل میشه و حال و حوصله نداره بره سراغ کارهای سخت که موفقیت‌های واقعی و بزرگ بهت میدن. انگار مغزت به خوردن آب نبات عادت کرده و دیگه لب به غذای اصلی نمیزنه. برای همین دیگه نای دنبال کردن آرزوهای بزرگ تو نداری. حالا چطور باهاش مقابله کنیم؟ نیازی نیست گوشی رو دور بندازی، ولی استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و بی‌اهمیت رو کم کن. عادت‌های بیفایده مثل چک کردن مداوم گوشی رو تغییر بده. اینجوری به مغزت فرصت استراحت و بازیابی میدی. عادت دوم، تنهایی بیش از حد و دوری از آدما. شاید تا حالا فکر کردی تنها موندن توی خونه و دیدن سریال‌های مورد علاقت خیلی باحاله. اما مراقب باش. این تنهایی و دوری از بقیه میتونه برای مغزت خیلی خطرناکتر از اون چیزی باشه که فکر میکنی. مغز ما مثل یه گیاهه. اگه به گیاه آب ندی پژمرده میشه. مغز ما هم اگه برای مدت طولانی با کسی ارتباط نداشته باشه دیگه اون انرژی لازم رو نمیگیره. این اتفاق باعث میشه بخش حافظه و یادگیری مغزت خیلی زودتر پیر بشه. وقتی با آدم‌ها در ارتباط نیستی، اون هورمونی که بهت حس خوشبختی و آرامش میده کمتر تولید میشه. تازه این تنهایی طولانی مدت ریسک این که در آینده دچار حواس پرتی و بیماری‌های مغزی بشی رو هم بالا میبره. ترسناک به نظر میرسه نه؟ اما نگران نباش. راه حلش اصلا سخت نیست. یه برنامه کوچیک با دوستات بچین و بذار مغزت از بودن کنار بقیه لذت ببره. عادت سوم، تنبلی بدن و کم تحرکی. اگه کل روزو یه جا میشینی و بدنت زیاد حرکت نمیکنه، تعجب نکن اگه مغزت هم حسابی تنبل بشه. ورزش کردن فقط برای خوش‌هیکل شدن نیست. در واقع یه راه اصلی برای اینه که مغزتو تیز و قبراق نگه داری. فکر کن مغزت مثل موتور ماشینه. اگه ماشین رو مدت زیادی روشن نکنیم و باهاش نریم توی جاده، موتورش زنگ میزنه و از کار میفته. کم تحرکی باعث میشه خون و اکسیژن کمتری به مغزت برسه. یعنی مغزمون سوخت کافی برای عملکرد خوبش رو نمیگیره. علاوه بر این، بدنت هم فاکتورهای لازم رو کمتر تولید میکنه. اینجوریه که تمرکزت سخت میشه، زود فراموش میکنی همه چیزو و ریسک بیماری‌های عصبی افزایش پیدا میکنه. خبر خوب اینه که راه حلش ساده است. شروع کن به حرکت کردن. 30 دقیقه پیاده روی کن، توی کلاس‌های یوگا شرکت کن. اینا میتونه شروع خوبی باشه برات. حتی اگه دنبال چالش هستی، میتونی ورزش‌های سرگرم کننده مثل دوچرخه سواری، شنا یا حتی رقص امتحان کن. عادت چهارم، کمخوابی و شب زنده داری. از چیزایی که مغزت نیاز داره تا استراحت کنه و بهترین حالتش رو حفظ کنه، خواب کافیه. تا حالا شده فقط 4 ساعت بخوابی و کل روز بعد بیحال باشی.
یعنی هرچی خمیازه میکشی بازم کمه. خب حقیقت اینه که مغز ما برای اینکه درست کار کنه تشنه خوابه. فکر نکن وقتی میخوابی همه چی تعطیله ها. اتفاقا خوابیدن زمان شارژ شدن باتری مغزته. وقتی تو خوابی مغزت داره مثل یه کارگر زرنگ خاطرات اون روزتو دسته‌بندی میکنه. اون مواد سمی از توی سرت پاک میکنه و بدنتو برای فردا آماده میکنه. وقتی کم میخوابی عملاً اجازه نمیدی این اضافت انجام بشه. نتیجهش هم که مشخصه. اعصابت ضعیف میشه، زود از کوره در میری و اصلا نمیتونی روی کار تمرکز کنی. اگه همیشه کم بخوابی در آینده ممکنه خیلی زود دچار بیماری‌هایی مثل آلزایمر بشی. حالا چاره چیه؟ خوابتو جدی بگیر. سعی کن هر شب 7 تا 8 ساعت بخوابی. نیم ساعت قبل خوابتم اون گوشی رو بذار کنار. چون اون نوری که از صفحه گوشیت میتابه مغزتو گول میزنه و نمیذاره راحت بخوابی. به جاش یه کتاب بخون یا به یه آهنگ ملایم گوش بده. با خواب کافی مغزتو جوری سرحال میکنی که فردا مثل یه بمب انرژی باشی. یه عادت دیگه که خیلی هامون درگیرشیم تنبلی ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی این که مغزتو بذاری روی حالت استراحت مطلق و اصلاً ازش کار نکشی. دیدی گاهی اوقات حوصله نداری حتی یه ذره فکر کنی؟ ترجیح میدی فقط بشینی پای تلویزیون یا بی هدف توی گوشی بچرخی. این دقیقاً همون تنبلی ذهنیه. مغز ما هم دقیقاً مثل عضلات بدن میمونه. اگه ورزش نکنی بدنت شل و ضعیف میشه. مغز هم اگه باهاش تمرین نکنی قدرت خودش از دست میده. وقتی همیشه سراغ کارهای راحت میری مغز دیگه نمیتونه تو موقعیت‌های سخت درست تصمیم بگیره یا چیزهای جدید رو یاد بگیره. حالا برای اینکه مغزتو از این حالت خواب رفته در بیاری باید بهش چالش بدی. لازم نیست کارهای عجیب بکنی. مثلا حل کردن یه جدول، یاد گرفتن یه زبان جدید یا حتی یاد گرفتن یه سرگرمی که قبلا بلد نبودی. اینا مثل یه ورزش حسابی برای مغزت عمل میکنه. با این کار مغزتو همیشه جوون و قوی نگه میداری. و در نهایت عادت ششم، نگه داشتن کینه و غصه. یه عادت بد دیگه این که وقتی از دست کسی ناراحت یا عصبانی هستی مدام اون فکر رو توی سرت بچرخونی و ولش نکنی. چرا اون این حرفو بهم زد؟ چرا این کارو باهام کرد؟ وقتی این احساسات منفی رو توی خودت نگه میداری، هورمون استرس توی بدنت زیاد میشه و نمیذاره مغز درست و شفاف فکر کنه. وقتی این هورمون استرس بالا بمونه، حافظت هم به هم میریزه. زود خسته میشی. حتی ممکنه حالت بد بشه و به سمت افسردگی بری. راه رهایی از این سنگینی خیلی ساده است. با احساساتت روبرو شو. با یه آدم مطمئن حرف بزن. قصه ها تو روی کاغذ بنویس یا ورزش کن تا خالی بشی. یادت باشه بخشیدن دیگران بیشتر از این که به نفع اونا باشه به نفع خودته. چون ذهنتو از یه بار سنگین آزاد میکنه و بهت آرامش میده. خب ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنین و کانال رو هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی از دست ندین. نشونه ها رو دنبال کن تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.